گروه دو بریم یوتیوبرش کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کی میشه یعنی به نظرتون بچه ها؟ شد نیما تکیدو. خب میریم ببینیم که رقیب نیما تکیدو کیه. میزنیم ببینیم کیه. بسم الله الرحمن الرحیم. کی شد؟ فرشاد سایلنت. وای یکی از رفقاش شد رقیبش. خیلی سخته. میریم برای گروه سه ببینیم نفر اول مسابقه دهندش کیه. بسم الله الرحمن الرحیم. کی میشه یعنی به نظرتون؟ کی شد؟ رسول دیواکس. یعنی استاتو ببینیم منم ببینم. یا ابوالفضل. بچه ها سعید والکوور شد رقیب رسول دیواکس. ببینیم برای یوتیوبر بعدی کیه برای گروه چهار. به نظرم دیگه از اینجا به بعد خدایی سخت میشه. کیه؟ سهیل سلوا. وای بریم ببینیم بعدی کیه. رقیب سهیل سلوا که در شأن و منزلت سهیل باشه کیه؟ کیه؟ میا پلیز. وای ببینیم گروه پنج کیه. بچه من واقعا از این جایه استرس گرفتم. کیه؟ مانی. بریم ببینیم رقیب مانی کیه. منم ببینم. بچه ها سوگنگ شد رقیب مانی. بریم برای سه تا گروه آخر و فکر کنم دیگه گروه مرگ به حساب میاد. همه چغر بدبدنا اومدن بالا. کی؟ عموتوری افتاد گروه 6 ما. بریم ببینیم رقیب عموتوری کیه. پوریا کودک. وای به چه رقیبی خودمون.